سلام دوستان، موسوی هستم. امروز یک دونه دستگاه رسیور آیستار برامون آوردن با مشکل روشن نشدن. بریم ببینیم روی لامپ تستمون به چه صورت هست، آیا روشن میشه یا نه. خب این کلیدش هم رو حالت آن هست. بله، دستگاه اصلا دیسپلیش روشن نمیشه. اینجا اگه لامپ قرمزی داشته باشه اونم روشن نمیشه. خب بریم بازش کنیم ببینیم به چه صورت هست. دستگاه رو از برق میکشم. دستگاه باز میکنم. خب اولین کاری که باید بکنیم همیشه یک نگاه ظاهری خود برد رو بعد نگاه کنیم ببینیم آیا قطعات سالم هست، سوختگی نداره، بادکردگی خازنامون نداره. اگه وریستور داشته باشه وریستورش نسوخته. فیوز رو باید چک کنیم. حالا یک راهی هست که میتونید شما با تست گرم خیلی سریعتر این فیوز و اینا رو بدونی که فیلتر ایم آیش و اینا رو راحت تر چک کنید. حالا برد رو باز میکنم بهتون توضیح میدم. خب بعضی وقتا احتمال داره از هم خود منبع تغذیه هم نباشه، یعنی خود بین مینمون مشکل داشته باشه. شما قبل از اینکه چیز کنید یه ولتاژ گیری از خود منبع تغذیه میکنید، ببینید یعنی فیشار رو جدا میکنید ببینید اینجا آیا باری میاد یا نه. اگه ولتاژ اومد که یعنی منبع تغذیه‌تون درسته و ایراد از خود مین دستگاه است. خب حالا من این اول از همه منبع تغذیه رو چک میکنم. دستگاه میذارم کنار. خب منبع تغذیه رو میاریم جلو. بذارید من یک کلید برای این قسمت فیسوکتش بردارم از تو جدول. بله اینجوری بهتره دیگه، نیازی به لحنکاری هم نیست. خب دوباره دستگاه رو به لامپ تست میزنم. یادتون باشه همیشه از لامپ تست استفاده کنید. اینجا لامپ تست من پدالیه، یعنی با پدال اکتیو میشه، فعال میشه. خب یک ولتاژ گیری بکنیم. مولتیمتر رو بیارم تو تصویر. خوب. خب این دو سر خازن 400 ولت همه. نامش روشن کنم بهتر ببینید. 315. خب پس اینجا یعنی مسیر فیلتر ایمای من درسته، فیلتر ایمای من درسته، دیودام درسته، این فیوز درسته تو مسیری که برق وارد اینجا شده و به خازن صافی من ولتاژ رسیده. پس بخش گرم من تا اینجا سالمه. حالا بریم ببینیم آیا این آیسی سویچینگ من کار میکنه یا نه. خب کلیپ‌های گذشته رو دیده بودین، حالا به چه صورت هست. اینجا بعد دوتا پراب رو من بذارم روی خازنم ببینم خازنم سریع دشارژ میشه یا نه. خب بذار من اینو یه جوری فیکسش کنم. خب میتونیم چراغش روشن کنم. خب اینجا من یک لحظه برق وصل میکنم 316 ولت. حالا قطع میکنم. میکنید چقدر داره دیر میاد پایین، هنوز رو 230. بذار من اینو دوباره لامپش روشن کنم.
میبینین اینجا یعنی آی سی سویچینگ من کار نمیکنه. دلیل بر خرابیش نیست. اگه یادتون باشه گفتم اولین کاری که میکنید خازن تغذیه این آی سی رو بدون اصلا تستش کنین تعویضش کنین. اگه راه افتاد که مشکلی نداره، اگه راه نیفتاد مثبت رو چک کنید، آی سی سویچینگ رو چک کنید ببینیم به چه صورت است. خب من این خازن رو جداش میکنم. حالا اولین کار بعد این خازن رو جدا کنم با یه خازن دیگه ای. حواستون باشه این خازن 400 ولتتون شارژ هست. خب پایهاش هم خالی شد. حالا یک دونه این خازن من 10 میکروفاراد 25 ولت هست. حالا نمیدونم تو تصویر دیده میشه یا نه. 10 میکروفاراد 25 ولت. یه خازن جدید میذارم ببینم آیا راه میفته یا نه. خب این 10 میکروفاراد 50 ولته. مشکلی نداره، برای ولتاژش مشکلی نداره، ولی ظرفیتش رو سعی کنید همون ظرفیت باشه. خب منفی مثبت خازن حتما رعایت کنید. حواستون باشه که منفی مثبتش خیلی مهمه. اکثر تعمیرکارهای ما به خاطر همین اشتباه ساده میبینین به جای که برد درست بشه برد بیشتر خراب میشه. خب حالا بیاش کردم. حالا میریم دوباره یک تستی بگیریم ببینیم خازن ما آی سی سویچینگش کار میکنه یا نه. دوباره میرم دو سر همون خازن 400 ولت هم نگاه کنید. این خازن این 400 ولت این همین خازن بزرگ ورودی منبع تغذیه. 1 ولت میگیریم ازش. این همین روشنه 315. حالا میخوام قطعش کنم. نگاه کنید چقدر سریع داره میاد پایین. نگاه سریع 13 شد. حالا دوباره نگاه کنید دوباره 315 همین قطعش کردم. اینجا یعنی آی سی سویچینگ من داره کار میکنه. خب نگاه کنید یک خازن کوچیک ببینید یک ایراد به این بزرگی رو برای من ایجاد کرده بود. یعنی همین خازن یک دستگاه رو خوابونده بود. شما میتونید با کوچکترین قطعات درآمدزایی خوبی داشته باشید. خب بریم روی دستگاه ببندیم. یه ولتاژ گیری هم قبلش به مین بزنیم انجام میدیم ببینیم ولتاژش همه هست سر جاش، بعد مطمئن میشیم. خب از مقله بشمش. حتما سعی کنید یک دونه از پیچاشو ببندین. بدنش فلز هست، اتصال چیزی نکنه که دستگاهتون بیشتر آسیب ببینه. خب تست آی سی سویچینگ خیلی راحته. یعنی به راحتی شما متوجه میشین که این آی سی سویچتون داره کار میکنه یا نه. حالا رو تست فرکانس هم میتونین تست کنین، ولی خب این از همش راحت تره که بعد سریع خازن دشارژ بشه. خب قبل از اینکه به مینم وصل کنم ولتاژ خروجیمو تست میکنم. اینجا من بذارم اینو. گلیشم روشنه. خب اینجا من باید یک 33 ولت داشته باشم. اینجا 33 ولت. بله دوباره 33. بله اینجا 5 ولت درسته. 12 ولت
10 خورده این هم درسته. بیشتر دستگاه ها نزدیک 12. اینم 5 ولته درسته. اینجا فکر کنم باید 21 ولت به من نشون بده. اینجا 21 درست. ولتاژ های ما برگشته. بریم ببینیم، وصلش کنیم به مین، ببینیم به چه صورت میشه. ببخشید. بله، دستگاه ما بالا اومد، روشن شد. خب اینجا دیدیم که همین خازن به این کوچیکی چجور کل این سیستم رو خاموش کرده. پس این خازن های کوچیک که تغذیه خود آیسی سویچینگ هستش رو جدی بگیرید و اولین چیزی که تعویض میکنه این خازن سویچینگ باشه. چه به قول معروف دستگاه، هر دستگاهی که اومد جلوتون این خازن سویچینگ رو نوش کنید که دستگاه برگشتی نشته باشه. امیدوارم از دیدن این کلیپ آموزشی لذت برده باشید. لایک فراموش نشه. تا یک کلیپ آموزشی دیگه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.